تصور کن توی دنیای پر از خشونت و راز، جایی که هر تصمیمی میتونه به قیمت جون تموم بشه گیر افتادی. حالا آماده این وارد یه بازی بشین که آدرنالین رو به رگ‌هاتون تزریق میکنه؟ بازی Eights of Blood اینجاست تا مرزهای هیجان و خشونت رو جابجا کنه. خب دوستان، بیاین یه نگاهی به این بازی جنجالی بندازیم. Eights of Blood یه بازی اکشن ماجراجویی جدیدی که تونسته از همون روزهای اول انتشارش سر صدای زیادی راه بندازه. چرا؟ چون ترکیب خفن گیم پلی روان، داستان تاریک و گرافیک محشر باعث شده تجربه فراموش نشدنی رو ارائه بده. داستان بازی توی دنیای پس آخر زمانی جریان داره، جایی که جامعه تو هرج و مرج کامله و قانون جنگل حاکمه. شما تو نقش یک شخصیت مرموز قرار میگیرین که به دنبال انتقام و البته کشف رازهای بزرگیه که سرنوشت دنیا رو تغییر میده. اما بزنین درباره مهمترین بخش یعنی گیم پلی صحبت کنیم. این بازی تو سبک خودش واقعا یه شاهکاره. سیستم مبارزات بازی به طرز دیوانه‌وار روان و لذت بخشه. هر اسلحه‌ای که تو بازی استفاده می‌کنین حس خاص خودش رو داره و میتونین کمبوهای مختلفی رو بسازین. از شمشیر و تفنگ گرفته تا ابزارهای عجیب و غریب که هر کدوم کاربرد خودشون رو دارن. یه نکته جالب این که بازی خیلی به تصمیمات شما حساسه. یعنی هر انتخابی که تو مراحل مختلف می‌کنین میتونه داستان رو به شکل متفاوتی پیش ببره. حتی بعضی از پایان‌های بازی فقط با انتخاب‌های خاصی باز میشن. این یه عالم محتوای تکرارپذیر که عاشقش میشین. حالا بیاین سراغ گرافیک. بازی واقعاً چشم نوازه. طراحی محیط‌ها، جزئیات شخصیت‌ها و افکت‌های نورپردازی همه باعث میشن که حس واقعی بودن رو کاملاً تجربه کنید. از جنگل‌های تاریک و مرموز گرفته تا شهرهای ویران شده، همه چی با دقت و وسواس طراحی شده. صداگذاری هم دست کمی از گرافیک نداره. موسیقی‌های حماسی و صداهای محیط بازی طوری طراحی شدن که کاملاً با اتمسفر داستان همخوانی دارن. صدای شخصیت هم واقعاً زنده است و به درگیری عاطفی بازی عمق بیشتری میده. خب شاید براتون سوال شده باشه که آیا این بازی بی‌نقصه؟ راستش نه. بعضی از پلیرها از طولانی بودن زمان بارگذاری گله داشتن و یه سری باگای کوچیک هم تو نسخه‌های اولیه دیده می‌شده. اما تیم سازنده قول داده که این مشکلات رو تو آپدیت‌های بعدی برطرف کنه. مقایسه با بازی همسبک. خب دوستان، بیاین Eights of Blood رو با چند تا از رقبای سرسختش تو سبک اکشن ماجراجویی و جهانباز مقایسه کنیم. از Devil May Cry 5 شروع می‌کنیم. یه بازی که سیستم مبارزات فوق‌العاده سریع و سبک خاص خودش رو داره. توی Devil May Cry تمرکز بیشتر روی کمبوهای پیچیده و مبارزات فانتزیه، ولی Eights of Blood یه رویکرد واقع گرایانه‌تر داره و مبارزاتش به شدت خشن و تاکتیکی طراحی شده. سکیرو Shadows Die Twice هم یه مقایسه عالیه. هر دو بازی داستان تاریک و چالش برانگیز دارن، ولی توی سکیرو تمرکز اصلی روی مهارت‌های بازیکنه. اگه تو زمانبندی دفاع و حملات دقت نکنی کار تمومه. اما Eights of Blood به شما آزادی بیشتری میده که چطوری به دشمناتون نزدیک بشین. میتونید مستقیم به دل دشمن بزنین یا از روش‌های مخفی کاری استفاده کنیم. از طرف دیگه بازی The Last of Us 2 رو داریم که بیشتر به جنبه‌های احساسی و داستانگویی قوی شناخته میشه. شباهت‌های بین این دو بازی هست، مثل جو تاریک و تم انتقام، ولی Eights of Blood بیشتر روی اکشن و انتخاب‌های بازیکن تمرکز داره، در حالی که در Last of Us بیشتر یه داستان خطی رو دنبال میکنه. تو زمینه گرافیک گوستاف سوشیما هم یه مقایسه جالب ارائه میده. اون بازی به خاطر طراحی محیط‌های طبیعی و هنرش خیلی معروفه. Eights of Blood اما یه حس واقع گرایانه تر داره و محیط‌هاش به شدت جزئیات بالایی دارن. اگر طرفدار محیط‌های تاریک و سنگین هستین، Eights of Blood گزینه بهتری براتون است. به طور کلی هر کدوم از این بازی تو سبک خودشون ویژگی‌های منحصر به فردی دارن، ولی چیزی که Eights of Blood رو متمایز میکنه ترکیب فوق‌العاده داستان، مبارزات تاکتیکی و انتخاب‌های اخلاقی که تاثیر مستقیم رو روند بازی داره. در کل Eights of Blood یکی از اون بازیایی که اگه دنبال هیجان و چالش‌های نفسگیر هستین نباید لذتش بدین. خب دوستان، اینم از بررسی و مقایسه Eights of Blood با غول‌های این سبک. حالا نوبت شماست. توی کامنت‌ها بهمون بگین کدومی که از این بازی بیشتر به دلتون نشسته، یا اگر بازی کردین نظرتون درباره Eights of Blood چیه؟ لایک و سابسکرایب یادتون نره که حسابی بهمون انرژی میده. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.